رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بسا انسان های هست الله را عبادت میکنن، پیش خودشانی عبادت هایشان خیلی بزرگ و عظیم هست، در روز قیامت اینمی عبادت هایشان مثل تکه های پارچه و گندیده در رویشان میشه. این بیگه الله این کار نکنه. چرا؟ چون با زبان خود میگفت الحمدلله رب العالمین، ذهنش و قلبش اینه نمیگفت. ذهنش و قلبش از الرحمن رحیم، از مالک یوم الدین غافل بود. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. جاء نصر الله والفتح جنات يدخلون في دين الله أفواجا مسبحين بحمد ربهم واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. ای برادر مسلمانم، تباه شده ای، عمرت برباد شده، وضو کرده ای، خود فریب داده ای، فقط محض تا شده ای، بالا شده ای. تابعی میگه اعرج رحمت الله علیه، او میگه کسی که سوره بقره را در یک رکعت میخوان، ما گفتیم والا نماز صبح خوان، ما تو کدام عبادت کردیم؟ با این عبادت در روز قیامت در رویت زده میشه. تو توقع داری پیش خودت که با عبادت الله را کنی، نماز خواندی، میفهم چی کردی، چنان کردی، در روز قیامت میگی پروردگار تو اما عبادت که کردی چی رقم عبادت؟ خشوع زمانی میه که انسان خوب اطمینان آرام بگیره، در زفت و پرود خشوع آمده میتونه. بیادره که مسلمان مشور کو که امروز تو خو خیلی خوش هستی، زود در خانه برگشتی و آفرین مولا صاحبم گفتی که در 10 دقیقه نماز خلاص کردی، ولی روز قیامت باز اتور افسوس آرمان بکنی. این طول قیام و طول رکوع و سجده گپا را خو بگذار، به الله قسم به یک سبحان الله گفتنم چی میکنی؟ حسرت میکنی. و روز تغابن است. تغابن روزی که تو حسرت میکنی که کاش که ما سبحان الله را چند مرتبه دیگه اضافه میگفتم، ولی مولا صاحب تو را نه در سبحان الله گفتن من، نه در سبحان ربی العظیم گفتن من، نه در سبحان ربی الاعلا گفتن من، نه در دعای استفتاح من، نه درود تکمیل کردی و نه دعای آخری قاعده تکمیل کردی. برادر مسلمانم، امروز دشمن تو کیست؟ اگر واقعیت فکر در کلید باشه میشناسی که دشمن واقعیت کیست. او کسی که برای تو امام است. پیغمبر امام میگه الامام ضامن، امام ضامن است. ضامن چی مانا؟ تمام حرکاتی که در نماز انجام میده به طریقی نقش پیغمبر باشه، کمی کوتاهی نکنه. چرا مقتدی پشت سری از دو استاد شده، ولی مولا صاحبی کار سرت کرده.